غذا چیه؟ چیه؟ مرغه؟ چی؟ بدن میکنه؟ بدن رو اسم من بگم بگو علی باش رحمانی اسمت هیچ پای چپ پای راست پای چپ پای راست بچه کجایی؟ خانواده‌ام همدانی ام ولی حدود 25 سال تهران زندگی میکنم. من اهل بروجردم. اهل مشین شهر استان اردبیل. اهل سنندج هستم. اینجا سخت میگذره؟ سخت میگذره. یه هفته اول سخت بود ولی دیگه عادت میشه واسه آدم دیگه بعد یه مدت حالت بیولوژی بدنت میشه دیگه. والله به نظر من سختی نداره، یعنی اگه آدم خودش بخواد سختی نداره اصلا. سخت نمیگذره. اینجا یه تجربه خیلی خوبیه. به هر حال بهم میگفتن خیلی سخته، خیلی اینجوریه، خیلی اونجوریه، ولی من الان میبینم خیلی خوبه. سختیاش هم به اینه که عادت نکردیم به این نوع زندگی، به این نوع نظم. ولی اگه بخوای سخت بگیری همه چیزش سخت، حتی خوابیدنش هم واسه سخت میشه. حالا چه برسه کار دیگرش. سخت‌ترین روز رو میشه گفت روز اول. شباهتش هم تقریبا عرض کردم که مثل روز اول مدرسه بوده. اینجا خیلی بهم خوش می‌گذره نسبت به شهر خودمون. توجه کنیم اینجا مثل یه شهرکی میمونه که همه چی داره. مثلا جای خواب داریم، مسجد هست، بوفه، خیاطی، آرایشگاه، همه چی هست. ولی در عین حال مثلا ولی یه شهرک رو نگاه کنی، یکی یه ماشین بنز داره، یکی ممکن یه پیکان داشته باشه، ولی اینجا همه یه سبکن، همه یه غذا رو میخورن، همه یه لباس رو میپوشن. که ساعت 7 که پرسنل عموما وارد میشن، کارهای رسمی شروع میشه و مباحث آموزش و ورزش و سایر کارهایی که باید در طول یک روز انجام بدن. اینا همه الف بودن. الف و الف. دوباره فرمانده تیم شما توی موقعیت جنگی قرار گرفتید. درس‌ها اینجا توضیح دادیم. یکی به تاریخچه قاجاریه اشاره کرده بودیم. شبا که ساعت 9 رو خاموشی میزنن. وقتی که شبا خلوته، کسی نیست، موقعی که میرم رو تخت بیشتر به خانواده‌ام فکر می‌کنم، بیشتر به اون لحظاتی که با هم بودیم، لحظات خوب و بدی که با هم داشتیم. خوروپو مثلا ساعت 11 یکی مثلا خوروپوف میکنه، مخصوصا دو تا تخت اونوری، حالا اسم نبرم بهتره. خوش نباشیم، یه جوری باشیم که خوش بگذره بهمون، چون میگذرد غمی نیست. من اصلا نمیتونستم فکر کنم من هم روز سربازی کنم. هر آدمی تو زندگی باید سختی بکشه. خود ارتش، من خودم تو ارتش تجربه خیلی خوبی به دست آوردم. نظم، انضباط، مدیریت، همبستگی، اینا چیزاییه که ارتش به ما یاد داده.